ولی اگر روزه ها را ما تصنیف کنیم در احکام فقهی و شرعی 7 نوع روزه داریم. 7 نوع از نگاه احکام. روزه فرض که این می‌دراید در این نوع روزه ماه رمضان و این چنین روزه کفاره ها فرض است گرفتنش. بعد این روزه واجب داریم. روزه واجب یعنی در مرتبه بعد فرض می ایستد و اونم ادا کردنش گرفتنش حتمی است. عبارت از قضا داشتن روزه های نفلی است. یعنی یک شخص مثلا روزه نفل نیت میکند، روز دوشنبه، پنجشنبه در غیر رمضان مثلا، و اگه اون سبب روزه اش رو میخورد، فرض کردیم خانهش مهمانی میآید یا او به مهمانی میرود، میخورد، اجازت دارد که خورد، اما قضا داشتن همین روز واجب است. در مذهب حنفی باید واجب است که آن را قضا دارد در روز دیگری. یعنی بعدا روزه سنت است که روزه داشتن 10 محرم به حساب هجری، روز عاشورا نام دارد، 10 ماه محرم، و این چنین خوب است که با روز 9 و 11 این روز روزه داشته شود. بعد این روزه مستحب داریم، یعنی روزه‌ای که گرفتنش خوب است. این عبارت است از 3 روز روزه داشتن در هر ماه و این چنین روز دوشنبه و پنجشنبه، 6 روز از ماه شوال بعد رمضان روزه داشتن و این چنین روز عرفه برای شخصی که در موسم حج شرکت نداشته باشد. بله، اینها روزهای مستحبند. بعد این روزه نفل است. نفل یعنی غیر از این روزهایی که نامبر شد، هر روزی که مسلمان خواهد روزه گیرد و اجری به دست آورد روزه نفل حساب میشد. بعد این روزه مکروه هست، یعنی ناخوش است، ناپسندیده. این عبارت است از روزه داشتن روز عاشورا 10 محرم تنها خودش، بدون روز 9 و بدون روز 11. این چنین پی هم روزه گرفتن بدون افطار، یعنی امروز روزه میگیرد شخصی بدون اینکه افطار کند یا سحرخوری کند، روز دیگر هم ادامه میدهد روزش را، این کراهت دارد. این چنین تنها روز جمعه روزه گرفتن، خاص برای روز جمعه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم روایت میکنند فرمودند لا تخصوا یوم الجمعه بصیام. این چنین تنها روز شنبه روزه گرفتن. در این مورد نیز حدیث آمده که امام ترمذی روایت میکنند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تصوموا یوم السبت الا ما افترض علیکم. روزهای شنبه فقط آن روزه را روزه دارید که بر شما فرض باشد، روزه نفلی روزه ندارید. البته که روز جمعه و یا شنبه اگر با هم یک روز پیشش یا یک روز بعدش گیرد دیگر کراهتی ندارد. تنها خاص یک روز یا جمعه یا شنبه را گرفتن مکروه است. بعدا 7 نوع روزه مکروه تحریمی و یا حرام، یعنی ممنوع است قطعا روزه داشتن. عبارت است از روزه گرفتن در روزهای عید، یعنی روز عید رمضان و یا عید قربان و این چنین 3 روز بعد عید قربان که ایام تشریق نام دارد. در این 5 روز از روزهای سال روزه گرفتن ممنوع است.